الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز هم با یک دو سوال شما ان شاء الله جواب میدهیم و متاسفانه سوال جواب امروز هم در باب طلاق است. سبحان الله، روز نباشد که در مسئله طلاق یک چند سوال ها نبیاید. هر روز یک چند نفر در همین مسئله طلاق سوال میدهند. الله تعالی را دعا کنیم که الله تعالی به جوانهای امروزه و به شوهران الله تعالی توفیق عطا نماید و الله تعالی ما و شما مردان را مسئولیت شناس کند و به قدر همسران، به قدر عائله، به قدر فرزندان برسیم. خب، سوال یکم چنین است: السلام علیکم، مرا طلاق کرد، من نشنیدم، آیا طلاق حساب است؟ به مانند همین سوال خیلی زیاد میبیاد. همسران نمیشنوند، شوهر در حضور دیگر نفران یا عموما تنها خودش است، در حضور یگان نفر دیگر است، همسرش در نزدش نیست، همسرش را جواب همسرش را میدهد، همسرش را طلاق میدهد. موافق شریعت اسلام وقتی مرد طلاق میدهد، همسر هست یا نیست یا شاهد وجود دارد ندارد، طلاق واقع می شود و حساب می شود متاسفانه. و موافق شریعت ما و شما چنانه که می دانیم در نکاح دو شاهد عدل شرط است، چنانه که در حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا نکاح الا بولی و شاهد عدل. نکاح درست نیست مگر با ولی، با اجازت ولی، پدر، برادر زن یا پدر زن، ولی آن نفری که طرف مرد زن است باید اجازت دهد. و شاهد عدل، و دو شاهد با عدالت، دو شاهد انسان‌هایی باشند که به تقوا باشند، اهل عدالت باشند، دروغگو یا فریبگر یا انسان‌هایی به قول مشنیک نباشند. در نکاح شاهد شرط است، اما در طلاق شاهد شرط نیست. یکی از حکمت‌هایش را اهل علم گفتند که طلاق خودش چیز خوب نیست، بنابراین برای او شاهد آوردن هم خوب نیست. انسان نمیتواند که دو شاهد را فریاد کند گوید که من همسرم را طلاق دادم، و این ترغیب و تشویق میشد برای چی؟ همانها یکی میشنوند شاهد میشوند، برای آنها هم نیست چی میشود؟ یک نمونه بد میشود. انسان وقتی همسرش را در حضور شاهدا میگوید که من طلاقش را دادم، چی میشود؟ نمونه بد میشود و ترغیب و تشویق کردن به چی میشود؟ به طلاق میشود. امروز متاسفانه از نکاح هم دیده طلاق متاسفانه زیاد شده ایستاده است. روز نیست که چنانه که گفتیم، روز نیست که برای ما یک چند نفرها با طلاق مراجعت میکنند. متاسفانه الله تعالی ما و شما را توفیق دهد. الله تعالی مردها و جوانهای امروزه را مسئولیت شناس و به قدر اهل عائله و فرزندان برسند. خب، سوال دیگر: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. شوهرم 15 سال پیش وفات کرد. من بعد وفات شوهرم شوهر کردم، 2 کودک دارم. 15 سال پس شوهر کردم، 2 کودک دارم. شکرانه خدا زندگی آباد دارم، خدا به شکر. نکاح ما چه خیل می شود؟ نکاح شوهری وفات کرده ام. من باز شو کردم، درسته؟ جواب دید التماس. البته بعضی سوال ها به نظر ما و شما عادی میتابند، ولی هست نفرهایی که هستند که نمیدونند، بنابراین میپرسند و چنانه که گفتند شفای نادانی چه است؟ پرسیدن است. انسانی که نمیپرسد، 2 نفر انسان چنانه که گفتند نمیپرسد و سوال نمیکند. یکی انسان متکبر، انسانی که کبر و غرور دارد، سوال نمیکند. دوم انسانی است که بسیار شرمگین است و شرم و حیا در اسلام در مسئله هایی که برای انسان ضرور است و چیزی مذمت کرده شده است. نباید که انسان در مسئله های روزمره، در مسئله های دینی و اسلامی انسان شرم کند. باید بپرسد. هر سوالی که هست
عادی است، سوال مهم است، نامهم است و به نظر ما و شما شاید مهم نیست، لیکن برای همون انسان، برای پرسنده مهم است. بنابراین نفرهایی که پرسیده میشن نباید همون سوال کننده ها رو چیکار کنند؟ اذیت دهند، ایذا دهند. هر خیل انسان ها هست. انسان نادان است، انسان دانا هست، انسانی که خودش کافته جستجو کرده میتواند، یک نفر نمیداند. بنابراین نباید که ما چیکار کنیم؟ نفرهایی که میپرسند آنها رو مسخره یا مذمت کنیم. خب این خواهر پرسیده ایستادند که شوهر من وفات کردند، 15 سال پیش وفات کردند، نکاح ما چی میشود؟ نکاح شما خواهر عزیز بریده میشود. الله تعالی چنانه که در قرآن کریم فرموده است والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و 10. الله تعالی میگوید کسی از شما وقتی وفات میکند و بعد خودش همسران را میگذارد، زنهایشان چیکار میکنند؟ 4 ماه و 10 روز عده میپایند. 4 ماه و 10 روز عده زنانی که شوهراشان وفات میکند حامله نیستند. اگر حامله باشد بعد از تولد کردن عده‌اش تمام میشود. اما اگر شوهرش وفات کرد و حامله نباشد 4 ماه و 10 روز عده میپاید، عده‌اش تمام میشود، سپس میتواند شوهر دیگر کند. الله تعالی اجازت داده است. بعضی خواهرها میگویند که من یک چند فرزند دارم، نمیخواهم شوهر کنم. و بعضی خواهرها مشقت از زندگی از وزنین است، میخواهند باز وقت خواستگارها میبینند مرد صالح باشد، مردی که از الله تعالی میترسد، میخواهد شوهر کند. الله تعالی اجازت داده است. و باز یک مسئله دیگر، بعضی نفرها میپرسند که من شوهر کردم، بعد از وفات شوهرم شوهر کردم، اما شوهر دوم برای من اخلاقش، آدابش، رفتارش، مناسبتش معقول نیست. شوهر اولم خوب بود، مناسبتش خوب بود، دوست می داشتیم، اما وفات کرد، الله تعالی رحمتش کند. من در آخرت میخواهم که چیکار کنم؟ با شوهر اولم باشم. موافق فتوای اهل علم گفتند که زنی که در این دنیا یک چند مراتبه نکاح کرده است، روز قیامت اگر رفت و شوهرانش به جنت داخل شود و آن زن هم به جنت داخل شود، داخل جنت شود، در آخرت در جنت با آخرین نکاحی که، آخرین شوهری که نکاح کرده بود با همون می شود، اگر به شرطی که به جنت داخل شود. بنابراین از حذیفه رضی الله عنه صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است که حذیفه گفتند که به همسرشان گفتند که همسر عزیزم اگر خواهید که شما روز قیامت در جنت همراه من باشید، بعد من شوهر نکنید. گفتند زیرا اینکه من رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که زن روز قیامت با آخرین شوهرش می شود. و همچنین از معاویه رضی الله عنه روایت شده است که معاویه رضی الله عنه همسر ابو دردا ام الدردا را خواستگار می شوند. بعد آنی که ابو دردا رضی الله عنه وفات می کنند، معاویه رضی الله عنه به ام الدردا خواستگار می شوند، اما ام الدردا رد می کنند، می گویند که رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیده بودم که گفتند المرأة لآخر ازواجها ولست اريد بابي الدرداء بدلا. ام الدردا گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم را شنیدم چنین می گفتند زن روز قیامت با آخرین شوهرش است، در نکاح کسی باشد آخران مراتبه با همون است. ولست اريد بابي الدرداء بدلا، و من بدل ابو دردا، بدل شوهرم روز قیامت دیگر کسی را نمیخواهم، میخواهم که همراه همون شوهرم باشم. و همچنین در بعضی از روایت های ضعیف روایت شده است که از ام سلمه رضی الله عنها از پیامبر صلی الله علیه و سلم میپرسند که یا رسول الله، یک زن در این دنیا یک چند مراتبه شوهر میکنند، روز قیامت همراه کدام از آنها میشود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که احسنهم خلقا، کدام از آنها اخلاقش، آدابش بهتر باشد همراه همان میشود. و در آخر حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند حسن الخلق ذهب بخیری دنیا و الاخره. حسن الخلق
آداب و اخلاق نکو نیکی دنیا و آخرت را به دست می‌بیارد. بنابراین چنانه که گفتیم در روایت های صحیح آمده است که زن همراه آخران شوهری که در نکاح کسی باشد با همون است و در بعض روایت های ضعیف آمده است که کدام از آنها آداب و اخلاق و مناسبت خوب با همسرش داشته باشد همراه همان می شود. والله تعالی اعلم. الله تعالی این دنیا و آخرت ما و شما را سربلند و سرفراز بگرداند و الله تعالی را دعا کنیم که عائله های ما و شما را مستحکم و مهر و محبت را بین زن و شوهر الله تعالی زیاد بکند. الله تعالی این دنیا و آخرت ما و شما را سربلند و سرفراز و سعادتمند بگرداند تا نوار آینده. الله تعالی نگهبانتان باشد.